دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. اگر نیت 1 ساله دارید گندم بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت بکارید، اما اگر نیت 100 ساله دارید انسان تربیت کنید. اما چرا تربیت و تعلیم این همه با اهمیت است؟ تعلیم و تربیت مهم است چون که موضوع آن انسان است و پالایش انسان، چون که هدف آن سربلندی و عظمت یک ملت است و پیروزی و کامگاری آن. اما در این سرزمین یعنی افغانستان در درازای تاریخ هر کی آمد به نوبه خود ضربه محکم به بدنه تعلیم و تربیت کوفت به بهانه‌های متفاوت و خواستهای بی بنیاد. مکتب‌های ما را که خانه ظهور نوابغ، شاهان، دکتران و فیلسوفان بود و مکاتب که خشت آن با خون دل ساخته شده بود را با آتش کشیدند و میلیون‌ها کودک این خاک را به سرنوشت ساختند. همان بود که سقف و ستون کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی از شرم فرو ریختند و این شروع آن شد که بیسوادی ما بر باسوادی ما چربید و هرچی تاریخ از ما گذشت تعلیم و تربیت ما بیمارتر و لاغرتر گشت. اما چرا آنچه که ما را به قله‌های بلند میرساند این همه بی اهمیت شد و چرا چون این جفای بزرگ در حق این ملت روا یافت؟ چه کسی باید جواب این خلق محروم را بدهد؟ حتی بسیاری با این آرزو به خاک خفتند که بدانند نام سرزمین زیبایشان چگونه نوشته می شود و جهانیان هم به ما القاب ناخوشایند دادند، القابی که ما در خورش نبودیم و نیستیم، مثل سرزمین با اکثریت بی‌سواد، دشمن تعلیم و تربیت، دشمن مکتب و دانش، اما همه در اشتباه بودند و هستند. ولی جای تعجب این است حتی وقتی که ما درکم کردیم که این بیسوادی و نبود آموزش پرورش برای کشور ما کشنده است، با آن هم هیچ کس به آن توجهی جدی نکرد. مگر چرا خود را فراموش کردیم؟ ما که سرزمین خاطره ها بودیم چرا باید هر روز با پای خود به دام برویم و خود ما با دستان خود موجبات سرشکستگیمان را فراهم کنیم؟ چرا دیگر این خاک مهد ظهور دانشمندان، نوابغ، فیلسوفان و مخترعین نیست؟ مگر کجای کار میلنگد؟ آیا استعدادها در این کشور مرده است یا نه؟ بستر تعلیم و تربیت و تحصیلات ما مشکل دارد. در کشوری که معلم مربیش کمترین امتیاز را داشته باشد از آن چه امیده است؟ در کشوری که معلم و مربیش هر روز متحمل خواری و سختی و مرارت باشد چه انتظار از آن می رود؟ میگویند که الگوهای هر جامعه مربیان و معلمانند. بنابراین باید بیشترین اهتمام در خدمت معلمان گذاشته شود و بهترین ها باید معلم شوند چون فردا این سرزمین را آنها رقم میزنند. ولی در این کشور برعکس، کمترین معاش را معلم قهرمان ما دارد، ناچیزترین امکانات در اختیار اوست، اما او همچنان عاشقانه و شجاعانه و با دل پر از مهر به سوی تربیت فرزندان این ملت می رود. اما او می داند که حق یک معلم این نیست و چنین نیست. بالاترین سرمایه یک ملت دانش آموزان آن است، اما ما و دولت‌های ما قدر این سرمایه را هم نمی‌دانیم و محصول متعلم ما چون برگ خزان زده پایمال این و آن است. حالا که در فصل انتخابات هستیم، فصلی که زمین افغانستان باید شخم تازه زده شود و تغییرات در جهت بهبودی زندگی مردم رقم بخورد، آیا این دو تیم واقعا برنامه جامعی برای معارف و تحصیلات افغانستان دارند؟ آیا راه حل مشکلات معلمان، دانش آموزان و دانشجویان را می‌دانند و توانایی برای حل آنها به خرج خواهند داد؟ تا اینجای کار حرفای این دو نامزد در بخش‌های دیگر می‌توانیم و برنامه داریم بوده. آیا معارف هم شامل این برنامه‌ها می‌شود؟ اما هر چی باشد و نباشد ملت دیگر بیدار شده می‌خواهد با سر بلند با تمام حقوق خود زندگی کند. نمی‌خواهد عمر دیگر میراثدار یک معارف کژدار و مریض باشد. نمی‌خواهد جهانیان به او القاب رد و بد بدهند.